سلام دوستان عزیز، امید که جور سرمند باشین. هر جای دنیا که هستین تنتان سالم باشد انشالله. آمدیم دوستان عزیز امروز کار خود براتون نشان بدم. وطن دارای عزیز، کار در هر جای دنیا سخت است، ولی کارخانه موزاییک کارش خیلی سخت است. باید ما برای شما قالی بشه و خود موزاییک رو برای شما نشان بدم. دوستان عزیز، همونطور که میبینید این دستگاه قالب 40 در 40 است. این 40 در 40 قالب پرسی دستی است که با دست پرس. این رقمی دور میتیم، دستگاه میاد بالا. وقتی این رقمی دوباره دور میتیم، دستگاه میاد پایین. حالتون عزیز، اینجا مواد درست میکنیم. این سنگ سفید است که سیاه و سرخ سفید یک جای میشه و همچین موزاییک به وجود میاد. این موزاییک های 40 در 40 است که ما امروز اینا رو زدیم دیگه. این قالبش دوستا خیلی سنگین است. این قالبش تقریبا حدود 35 کیلو میاد دیگه. هوام که گرم است دیگه، فنی ماست که روشن میکنیم تا سرد شیم دیگه. اینجا از مواد خود درست میکنیم. این شین است، یعنی سیمان سفید ماست دیگه. میره درست میکنیم. اینجا مواد خود درست کردیم، ما هم قاطی میکنیم. از سیمان سیاه میندازیم، دوباره اونجا میندازیم و داخل قالب میندازیم، پرس میکنیم، ور میداریم اینجا میذاریم دیگه. این هم که سیمان سفید است برای ازو استفاده میشه. این موزاییک‌ها که اینجا آوردیم اینا خشک شدن دیگه. اینا رو اینجا آوردیم یک چند وقتا میتونیم که اینا خوب خشک شد. وقتی خوب خشک شدن بعد دوباره هم داخل از دستگاه صاف میندازیم. این دستگاه صاف است دوستان. از اینجا موزاییک صاف میشه. این دور میخوره دیگه. اینا درجه اساس تنظیمات میشه. تنظیمات که شد دوباره موزاییک زیرش میره. وقتی موزاییک زیرش رفت، موزاییک نمونهش که برای شما نشان دادم خیلی مثلا زبر است. الان این موزاییک است زبر است. این موزاییک زبر است، درست است، میبینید دیگه. ولی وقتی که زیر ازش صاف رفت، از دستگاه صاف بیرون شد، موزاییک شکل دیگه به خود میگیره. مثل این موزاییک. الان این موزاییک صاف است. این صاف است. این هم که صاف است، این هم صاف است. این موزاییک توسی است. این موزاییک ها میبینید صاف است. اینا رو صاف کردیم. اینا صاف شده، شکلی زبرش را آب کردیم دیگه، شده موزاییک صاف. موزاییک برای شما نشون دادم رنگش سفید بود. این موزاییک است. موزاییک با این موزاییک چقدر فرق شد مقایسهش با خاطر که موزاییک صاف شده است. هم کارخانه ماست دیگه. این هم که است موزاییک سفید است، همون سفید برای شما نشون دادم دیگه. این هم جا موادش است، مواد میذاره دیگه. این هم شکسته که ضایعات است دیگه. دوباره دو دستگاه میندازیم، خردش میکنیم، دوباره همراهش موزاییک میزنیم دیگه. دوستان عزیز، این هم دستگاه موزاییک 30 در 30. این قالبش سبک است. قالبش زیاد سنگین نیست، 15-20 کیلو هست. ولی 40 در 40 قالبش زیاد سنگین است. قالبش 30 در 30 است. این موزاییک 30 در 30 و اینجا موزاییک 30 در 30 میزنه، تولید میشه و 30 در 30 دیگه. دوستان اینجا موزاییک رو میچینه. این دستگاه است دیگه. دستگاه صاف ماست دیگه. کار روزمره ما در ایران همین است دوستان عزیز. خدا کنه جور صحتمند باشین. شما رو به خدای پاک به نیاز میسپارم. وقتتان خوش، حمایتتان یاد نره. خداحافظ.